شما که آشپزی از من خوب بلدید. غذام که گاهی وقتا درست میکنید حتما شور میشه، درسته؟ خیلی خوب دقت بکنید. اگر یه غذایی درست کردین که شور شد، برنج درست کردین شور شد، یه غذا درست کردین شور شد، توش چی میریزین که شوریشو بگیره؟ چی؟ سیب زمینی. دست بزنید براتون. خب بچه ها چون گروه یک توی اون سوال مشترک قبلی نصفی از سوالم درست جواب داده بودن، الان 10 امتیاز از این سوال بهش میدیم، 10 امتیاز هم از اون 30 امتیاز 20 امتیاز زنده باشی آفرین ای عزیز نازنین، قلب تو خوشحال و شاد، نام تو پاینده باد، خوش فکر و زرنگی یه عدد باهوش و دانا. معرفی میکنم، شما باید اون عدد رو بگین که اسم روستا را، روستا، مزرعه، قصبه را، روستا را اگه تلفظش را جا به جا بکنین میشه اون عدد. آفرین. زنده باشی آفرین ای عزیز نازنین. نبض تو بده به من، هر چی میخوای بگی به من. شما به من بگید چطور همچی چیزم ممکنه؟ مسفرت کنید. خیلی خوب بفرمایید. چی؟